پوشی و سراییدن ترانه این دانش آموزان برای سنگمانی بنای مکتبشان. کتاب را باز کن، درس تازه را آغاز کن. مکتب نسوان گوهر خاتون در مزار شریف که در گذشته آموزگاران و دانش آموزان این مکتب از نبود مکان معیاری رنج می بردند، حالا سنگ تهداب ساختمان جدید به زمین گذاشته می شود. ساختمان جدید در 3 بلاک ساخته میشه و هزینه آن را که بیش از 400,000 دلار برآورد شده، بنیاد دوستی افغان آمریکا پرداخت میکنه. کمک و همکاری بنیاد خیریه دوستی افغان آمریکا ما تانستیم یک تعمیر که در 3 بلاک و دارای 24 اتاق درسی و 4 اتاق اداری و یک گارد، این اتاق گارد است، امروز سنگ تهدابش گذاشتیم و خوشبختانه هزینه ازی بیشتر از 4 لک دلار آمریکایی میشه. دانش آموزان اما در این مکتب از نداشتن کتب درسی رنج میبرند و میگویند کسانی که توان خرید آن را دارند از شهر کتاب خریداری میکنند، اما از سوی ریاست معارف بلخ کتاب برای صنوف 12 در این مکتب توزیع نشده است. مکتبای مزار شریف یا از تمام ولایت شاید دچار این مشکل هستند، کتاب نیست. در بازار کتاب فروخته میشه اما معارف کتاب نداره. در بازار کتاب فروخته میشه اما معارف کتاب نداره. ما در بخش درسی است که همین صنف 12 ما کتاب ندارن، در مجموع کلشان کتاب ندارن و استادان برایشان تدریس از روی نوت میتن. معارف خود همین تقاضا داریم که جدا به کتاب بررسی کنن که کتاب زیاد به مکتب برسد. بیان این واقعیت در حضور رئیس معارف خشم نفیسه غیاسی مدیر این مکتب و این استاد را برانگیخت. این استاد میگوید که شاگردانش دروغ میگن و تمامشان کتاب دارند. موجود است که در زینا ما میرم. چرا توزیع نشده؟ ما داریم توزیع سند داریم. نکنه توزیع به هیچ وجه امرایشان چی نکنین. من اینا رو موجود میبرم. چرا توزیع نشده؟ حالا ما سرم کتابایی که نرسیده صحبت میکنیم. شما از طریق رسانه‌های کابل شنیدین که چی موضوع بود؟ یکی میگوید کتاب است و دیگری میگوید کتاب نیست، اما رئیس معارف بلخ میگه مشکل کمبود کتاب نه تنها در بلخ بل در تمام افغانستان است. متاسفانه که از مجموع کتاب هایی که به ما رسید صنف 10 و 11 توزیع شده، صرف کتاب صنف 12 6 جلد ازی تا بالا نرسیده که ما هفته قبل در وزارت بودم، اینا گفتن که کتاب ما روان کرده میریم. چگونه می شود دانش آموزانی که بیشتر سوالات در کنکور از صنف 12 می آید در بی‌کتابی و سر ببرند؟ بی‌توجهی معارف کشور بر کیفیت آموزش سبب می شود که هزاران دانش آموز پس از آزمون کنکور ناکام بمانند.